خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، برادران عزیز، من بعد از تشکر به برگزار کنندگان این نشست و بعد از هم تبریک به برادر محمدی، برادر عزیزمون که هم مسئولیت را به دوش گرفتند، واقعا این جای تبریک است که یک انسان سزاوار اعتماد برادران و خواهران خودش شود و هم تسلیت بیان میکنم به ایشان، چون در یک مرحله بسیار حساس این مسئولیت را به دوش گرفتند که همونطور که داملا جنت الله هم حاضر گفت، ما در یک روزهای برای ملت بسیار دشوار به سر میبریم، نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج هم، و برای مسئول پیمان ملی تاجیکستان در کشور مثل آلمان کار آسان و ساده نخواهد بود که مسئولیت خود را بدون کدام مشکلی انجام بدهد. اون هم با این پراکندگی، اون هم با این تشتت احزاب و گروه ها و اون هم با این وضعیت دشواری که ملت تاجیک در داخل و خارج دارد. و همزمان با این من تشکر میگم به برادر عزیز و گرامیمان حاجی ابوبکر برای آنکه مسئولیت خودشون را از روز اولی تأسیس نمایندگی پیمان در آلمان و نوع احسن و اعلی انجام دادند تا امروز. و اگرچه از روز اول از ایشان خواهش کرده بودیم که همگی یک سال مسئولیت را به دوش بگیرن، بعد تمدید کردیم، باز خواهش کردیم، بعد دستور دادیم که باز طولانی‌تر بماند. بالاخره خودشان بارها بعد از خواهش و التجای بسیار حالا این مسئولیت را به برادر عزیزشان سپاریدن. اما من همچون مسئول موزه پیمان میتوانم بگم با کمال قناعت و ممنونیت از کار حاجی ابوبکر و ایشان از نام همه ما و شما، از نام برادرانی که در خارج هستند، به ایشان تشکر میگم و برایش سلامتی و این چنین برایش استواری و ثبات در ادامه انجام مسئولیت‌هایی که در پیشش هست، کمک به برادر محمدی و همه ما و شما و انجام دیگر مسئولیت‌هایی که انشاءالله رهبریت پیمان به دوش ایشان خواهد بود. و اینچنین به داملا جنت الله که در گذشته زحمت‌های زیاد کشید و امروز هم کشیده ایستاده است، اصلا دیگر نیاز به گفتن ندارد. زحمت و تلاش‌های برادر جنت الله را همتون می‌دونید. فرق ندارد برادر حاجی ابوبکر مسئول است، محمدی، فردا باز یک کسی دیگر. ایشان همچون یکی از رکن‌ها، یکی از یاوران، یکی از پشتیبان‌های تمام فعالیت‌های مبارزین در آلمان و حتی فراتر از آن ایشان هستند و باقی خواهند ماند. من اینجا دیگر نام برادران و خواهران و بزرگان دیگر را نخواهم گرفت، طولانی می شود وقت. در عموم به همتون تشکر که واقعا زحمت میکشید و در یک شرایطی که کاری ساده نیست در پهلوی مبارزان بودن، در پهلوی کسانی که در صحنه به طور آشکار برآمدن، در پهلوی اونها ایستادن کاری ساده و اندک نیست. این را هم بگویم که برادران عزیز، کسانی که حالا اینجا هستید یا ما را در هر گوشه کنار دنیا میشنوید، مبارزه سیاسی یک ویژگی دارد. اگر همین لحظه ما و شما در دلخواه کشور یک پیاله چای، یک معرکه، یک توی، حتی یک خدای نکرده جنازه، یک مراسم خانوادگی تشکیل کنیم، صرف نظر از احزاب و گروه و جهان بینی، شما میبینید که مردم زیاد در پهلویتان ایستادند. اما کافی است که شما دست به یک اقدام سیاسی بزنید، بخصوص باز اونم اقدام سیاسی که همراهی دارد با خطر و تهدید و مشکلات زیاد. مطمئن باشد که در پهلوی شما تنها و تنها برادران استوار، برادران جدی، برادرانی که جان در کف هستند، اونها در پهلویتان خواهد ایستاد. حتی اگر روز به این رسیدید که در پهلویتان فرزند خودتان ایستاد، عضو خانواده‌تان ایستاد، خویش و تبار و همشهری و نزدیکترین دوستتان در پهلویتان در مبارزه نایستاد، با شما مخالفت کرد، علیه شما صحبت کرد، از این تعجب نکنید. این طبیعت مبارزه هست. پیامبران در همین راه رفتند، با همین مشکلی مواجه شدند. دوستان خداوند، تمام مبارزین در طول تاریخ، نوابسته از آن که تاجیکن، غیر تاجیک، مسلمان، غیر مسلمان، کسی که در راه هست، کسی که در چنین یک راه خطرناک وارد می شود، او به این گونه مشکلات روبرو خواهد شد. و
این رو باید مسئولین همیشه در ذهن داشته باشند. به هیچ وجه ناراحت نشوند، به هیچ وجه دلسرد نشوند که مثلا در یک کار، در یک بعضا دوستان ما مقایسه میکنند در فلان جا توی بود، در فلان جا معرکه بود، در فلان جا حتی یک نشستی نمیدانم زاد روزه بود، به مراتب بیشتر افراد جمع میشوند از مثلا یک مراسم یا یک نشست یا یک صحبت سیاسی. این نه تنها جای تعجبی ندارد، بلکه این را بدانید که دقیقاً طبق سنت مبارزه هست. اما وقتی که شما یک روز شد که پیروز شدید، قوی‌تر شدید، دستتان باز شد، شک نکنید که در پهلوی شما خیلی از دوستان، حتی خیلی از رقیبان هم قرار خواهند گرفت. برای چی؟ برای اینکه شما دیگر در پهلوی شما بودن خطر ندارد، بلکه به بعضی امتیاز هم میدهند. ما این را تجربه کردیم، ما این را دیدیم. مثلا شما بینید در اطراف حکومت‌ها و حکومتداران چقدر مردم جمع میشوند، حتی کسانی که همین حکومت‌ها علیه آنها ظلم کردند، حتی فرزندان خانواده‌شان را میکشند، زندانی میکنند، مال آنها را میربایند، باز میبینید که با آنها تملق میگیرند، در پهلویشان قرار دارند. چرا؟ برای اینکه امتیاز میخواهند. اما در پهلوی ما و شما بودن با کسی امتیاز نمیگیرد، بلکه امتیاز میگیرد، مگر اینکه یک انسان برای خدا، برای وطن، برای ارزشش در پهلوی ما و شما قرار بگیرد. و نکته دیوم، همون جمله که یا نکته که برادر جنت الله اشاره کرد این است که دوستان عزیز، ما و شما، من این نکته را بارها تکرار کردم، حالا بار دیگر میگم و اونم به خاطر آن که امیدوارم برادران و خواهران مهاجر ما بیرون از این اتاق هم این را خواهند شنید. ما و شما در یک کشورهای، در یک منطقه قرار داریم که بالای ما حق دارد. من از این گفتن این جمله نمیترسم. بعضی از برادران و خواهران ما از آن جمله در بین تاجیکان هم در اروپا قرار دارند، در همین کشورها زندگی میکنند، در صورتی که هیچ کشور دنیا، حتی وطنشان، کشورهای اسلامی، کشورهای فارس زبان، کشورهای روس زبان، کشورهای منطقه ما با ما و شما جا نداد، با ما و شما امکانیت نداد، با ما و شما آزادی نداد، امنیت نداد. ما مجبور شدیم به این کشورها بیاییم، در اینجا حالا پناهندگی پیدا کردیم، قسمی در روند گرفتن پناهندگی است. حتی کسانی هم که حجتاشون درست نشده است، اونها در یک شرایط، در یک حالتی نسبتا انسانی زندگی میکنند، در مقایسه با هموطنان ما در کشورمان، در وطنمان، در مقایسه با میلیون ها هموطن ما در روسیه، در قزاقستان، حتی در ترکیه و در دیگر کشورهایی که در گرد و اطراف میزبان تاجیکان هستند. هیچ کس گفته نمیتواند که شرایط ما در اروپا در مقایسه با دیگران برتر است، بلکه به مراتب بهتر است. اما سوال من این است که آیا از لحاظ اعتقادی، از لحاظ دینی، از لحاظ فکری، اخلاقی، آیا ما حق داریم، حق معنوی که بله ما حق داریم کشورها رو تنقید کنیم برای ناعدالتی که هست، بعضا برای بی‌توجهی که میکنند، بعضا برای جنایتایی که در اینجا صادر میشود نسبت ما. برای مثال دیروز در یک شورابینی بودیم به خاطر دیپورت عبدالله شمس‌الدین، هم ما هم آلمانی ها آشکار تنقید کرده ایستادیم که این یک اشتباهی بزرگ بود، این یک ظلمی بزرگ بود نسبت یک تاجیک، نسبت یک هموطن ما، نسبت یک مهاجر. در این باره باید گفت. اما میشود این را مقایسه کرد با آنکه همین کشورها هزارها، دهها هزار تاجیک را، مسلمان را پناهندگی داده است، امکانیت میدهد، آزادی میدهد. آیا را میشود مقایسه کرد؟ آیا میشود نسبت این کشورها روحیه دشمنی و عداوت و کینه داشت؟ ببینید دوستان گرامی، من یک وقتا با یکی از شاعران معروف تاجیک، نامش را نمیگیرم، که در امریکا زندگی میکرد، بعد اومد در تاجیکستان هم دفن شد و جسدش رو آوردن. شاید شما دیگر بدانید گپ درباره کی میرود. در امریکا میزیست، اما شعرهای در وصف لنین و روسیه و بلشویک‌ها و کمونیست‌ها میگفت و شدیداً همون کشورها یا همون نظامایی که در اون کشور زندگی میکرد مورد تنقید قرار میداد. من یک صحبت داشتم کوتاه با ایشان، گفتم که مادامی که شما اینقدر عاشق بلشویک‌ها و کمونیست‌ها و روسیه و لنین هستید،
و اینقدر مخالفت داره، اینقدر نفرت با اون جهانبینی و با اون سیستم داره که در اون زندگی میکنه، برای چی نمیره در روسیه یا حداقل در یک کشوری که نظام کمونیستی است، در یک کشوری که دیدگاه‌های لنین در اونجا تطبیق میشه زندگی کنه؟ گفت که من دیوانم مگر که میرم در یک مثلا در روسیه که انسان قدر نداره زندگی کنم، مگر من دیوانم میرم در کره شمالی که اصلا زندگی وجود ندارد زندگی کنم. من در امریکا زندگی میکنم که در اینجا انسان قدر داره، قانون هست، کرامت انسانی هست. پس برای چی این را تنقید میکنی، او را تمجید، اون را تعریف میکنی؟ خب گو من در دلم یک کینه دارم، یک علم دارم، یک نمیدونم حسد دارم نسبت این گروه. منم سوالم امروز با بعضی برادران تاجیک این است که در اروپا زندگی دارن، در اروپا پناهندگی پیدا کردن، در اروپا جای کار دارن، بله مشکلی هست، بله در اینجا ایدئال نیست، بله در اینجا ده ها صدها شاید مشکلی باشد، اما در مقایسه با دیگر کشورها شرایط خیلی بهتر دارد برای ما مهاجران. چرا ما در اینجا ایستاده؟ من با کمال مسئولیت این را میگم، منافقانه، چون این را من منافقی اعتقادی نمیدونم، این را منافقی سیاسی میدونم. چون منافقی اعتقادی یک کسی هست که مثلا به نام بیا مسلمان شده است ولی در اصل ضربه به اسلام میزند، به دین میزند. این در مسئله اعتقادی. اما در سیاست هم یک نمود نفاق هست، منافقی هست که شما دیده و دانسته میدونید که در هیچ کجا به شما راه نمیدن، حتی در همون کشورهایی که عاشقشان هستید، حتی به همون حکومت‌هایی که بعضی ها در این جای ایستاده عشق می‌ورزند، یکی به روسیه، به پوتین، یکی دیگر به ترکیه، یکی دیگر می‌بینی که به کشورهای دیگر. اما اگر به او بگید که خب برو در همون کشور زندگی کن، در همون کشوری که رهبرش رو دوست می‌داری، سیاست‌هاش رو دوست می‌داری، اون آماده نیست برای در اونجا زندگی کند. برای چی؟ برای که میداند که در اونجا مشکلی اقتصادی خواهد داشت، مشکلی امنیتی خواهد داشت، مشکلی حقوقی خواهد داشت و ده ها مشکلی دیگر. خب بگذار یک انسان حق دارد، آزاد است که نقطه نظرش را بیان کند، اما ما در سیاست، در زندگی حق نداریم منافقانه رفتار کنیم. این کشورها رو باید تنقید کرد، این کشورها رو باید کمبودیاشون رو گفت، تلاش کرد برای اصلاح، اما ما نمیتوانیم در جبهه‌گیری کلان، در یک جبهه‌گیری سیاسی کلان در پهلوی کسانی قرار بگیریم که ما را ظلم کردن، نسبت ما جنایت کردن، ما را از وطنشون بیرون کردن و این روز مجبور شدیم که با اروپا پناهنده شدیم. و من فکر میکنم که وقتی آن رسیده است کسانی را که در شبکه‌ها، در رسانه‌ها این گونه موقع غیر منطقی و تا جای منافقانه میگیرن، فرق ندارد او کی هست، باید به طور آشکار با آنها صحبت کرد و از آنها طلب کرد که مادامی که واقعا هم خودت فکر میکنی که اینها بدترین رهبران سیاسی هستند، اینها منفورترین نظام‌های سیاسی هستند، خب پس اینجا را ترک کن، برو به همون کشوری که در اونجا خودت را راحت و بهتر احساس میکنی. بنابراین از نگاه من مسئولیتی هم اخلاقی، هم دینی، هم انسانی ما این است که در برابر آن که ما کمبودیا را میگیم، با اون کشورهایی که برای ما آزادی دادن، امنیت دادن، امکانیت دادن که حداقل از این جا ایستاده ما مبارزه سیاسی خود را ادامه بدهیم، خود را در نزد اینها تا یک جای قرضدار بدانیم. قرضدار به این معنا که قانون‌هایشان را رعایت کنیم، قرضدار به این معنا که نسبت اینها یگان دست به یگان اقدام نزنیم که به منفعت‌های سیاسی، منفعت‌های استراتژیکی این کشورها باشد و این کشورها را خانه دوم خود، وطن دوم خود بدانیم و همون طوری که تاجیکستان عزیز را دوست می‌داریم و همون شکل، به همون مقدار از منفعت‌ها، از امنیت این کشورها، همچنان که از منفعت وطن خودمان حمایت می‌کنیم، باید حمایت کرده باشیم. خب دوستان گرامی، یک مسئله دیگر است که نباید ما نادیده بگیریم، این است که امروز ملت تاجیک در چه شرایط قرار دارد در سراسر دنیا. همه ما و شما میدانیم که برای چه ملت تاجیک به این روز رسید. اصلا دیگر آوردن دلیل، آوردن مثال، آوردن فکت و رقم هیچ ضرورت ندارد.
من اعتقادم این است، بارها در این صحبت‌هایی که شاید ده‌ها، نمیدونم 50 60 100 مصاحبه در این چند روز اخیر بعد از حادثه‌های کراکوس سیتی در رسانه‌های گوناگون دادم، محور یا اون ریشه اساسی صحبت‌های من این است که برای چی تاجیک امروز رادیکال شد، افراطی شد، اکستریمیست شد. این سوال اساسی است. فرانسوز هم این سوال می‌کرد، آلمانی هم همین سوال می‌کرد، روس و اوکراین و ایرانی و ترک و عرب یک سوال دارند. برای چی تاجیک امروز افراطی شد؟ برای چه در تمام حادثه‌های تروریستی از افغانستان شروع کرده تا ایران و ترکیه و مسکو و حتی در همین آلمان هم اخیراً خبر همتون خوندید که چند نفر رو حبس کردن برای آماده کردن کدام یک عملیات تروریستی و از آن 5 نفرش تاجیک بودند. برای چی تاجیک؟ چرا ما چنین شدیم؟ به این سوال کی جواب میدهد؟ من تنها، شما تنها، یا ملت تاجیک یا امام علی رحمان باید جواب بدهد؟ نظر من این است که ما همه مسئول هستیم. همه ما مسئول هستیم. از پرزیدنت امام علی رحمان سر کرده تا عادی‌ترین شهروندی که اصلا شاید به سیاست سر و کار نداشته باشه. همه مسئول هستیم، اما مسئولیت هر کدام ما برابری جایگاه، برابری امکانیت‌ها، برابری آن نفوذ و مقامی که داریم برابری آن باشد. نباید مسئولیتی که من دارم همچون رهبر یکی از بخش‌های اپوزیسیا برابر یک جوان مثل محمد اقبال باشد یا روح الله پسری من باشد یا حاجی ابوبکر باشد که اون دایره مسئولیتش پایین‌تر از من است و نباید مسئولیت من برابر مسئولیت امام علی رحمان باشد که تمام امکانیت‌های یک ملت 32 سال باز در اختیارش است. رادیو، تلویزیون، بودجه، تمام مکانیزم‌های دولتی، اینستای دولتی در اختیار امام علی رحمان است. وقتی که امروز ملت تاجیک به این حال میرسد که مظلومترین ملت در سطح جهان، من معذرت میخواهم، امروز مشهورترین به معنای منفی در سطح جهان، به حقوقترین ملت در سطح جهان، اصلا در روسیه که اصلا یک قابل گپ نیست، در تاجیکستان اصلا امکان گپ درباره حقوق تاجیک نیست. پس کی باید جواب بگیرد؟ طبیعی است که امام علی رحمان مسئول اول است. اما آیا می شود که ما و شما فقط با اینکه امام علی رحمان مسئول است و گناهگار است با همون اکتفا کنیم و مسئولیت‌های خودمون رو کنار بگذاریم؟ من فکر میکنم که نه. پس چی باید کرد؟ اگر امام علی رحمان می توانست این اراده را می داشت، این خواهش و این برنامه را می داشت که وضعیت ملت تاجیک را تغییر بدهد، ملت تاجیک را در جهان به حیث یک ملت صلح‌دوست و پیشرفته و متمدن معرفی کند، این کار را می کرد و این کار را می توانست کرده. وقتی که امام علی رحمان در پاریس با خرج میلیون ها دلار کنسرتی با لباس چکن تشکیل کرده می تواند. وقتی که در سوچی و در مسکو در مینسک جشن خربوزه تشکیل کرده می تواند. خربوزه و کارتوشکا و پمیدار و پیاز و نمیدونم که هر اونا را با هواپیما میارند. وقتی که امام علی رحمان در ریم یک گسنیسه رو، یک کوارتل ریم رو اجاره میگیرد با مبلغ $10 میلیون برای سفر چند روزه اش. پس میتواند، این امکانیت رو دارد. چرا امام علی رحمان برای ملت تاجیک را همچون ملت صلح‌دوست معرفی کردن تلاش نمیکند؟ چرا امام علی رحمان برای پیشگیری افراطگرایی جای کار در داخل کشور مهیا نمیکند؟ دانشگاهی ارزان یا بپول، طبابت بپول طبق کنستیتوسیا تامین نمیکند؟ برای آنکه این برنامه را ندارد، این خواهش را ندارد، این اراده را ندارد. برای آنکه امام علی رحمان منفیت دار است که ملت تاجیک در سطح دنیا همچون یک ملتی تمایل داشته به افراطگرایی و تروریسم معرفی باشد. شاید سوال بدهید که مگر این تهمت نیست؟ مگر این نسبت رهبر دولت منفی نگری نیست؟ چگونه یک رهبر دولت ملت خودش را در جهان منفی معرفی میکرده است؟ چی منفیت دارد؟ منفیت امام علی رحمان خیلی ساده است دوستان گرامی. منفیتش در این است که وقتی که شما در قدرت بیشتر از 30 سال هستید،
با شما سوال میدیم که برای چی 30 سال، برای چی ترامپ 4 سال، برای چی ماکرون 7 سال، برای چی شولز 5 سال، برای چی خودت 35 سال؟ با این سوال باید جواب بگیرد. جواب ندارد. جواب دارد امام رحمان؟ جوابی منطقی، کنستیتوسیونی، جوابی حقوقی ندارد. اگر از او پرسند که برای چی خودت تمام قدرت را در دست خودت منپولیا کردی، پسرت را نفر دیوم، دخترت را رئیس دستگاه، دامادت را فلان، جیانت را به این منصب، همشهری خسر بچه را به اون منصب، برای چی؟ در تمام دنیا این نیست. در یک کشور همگی 10 میلیون اهالی دارید شما، امکانیت بودجه دولت همگی 2.5 میلیارد دلار. برای چی این؟ به این سوال جواب ندارد. به این ده ها سوال دیگر است که امام رحمان جواب ندارد. برای چی خشاکترین کشور در آسیای مرکزی و سابق شوروی، برای چی سربسته ترین کشور در سطح جهانی، برای چی 5 کشوری بالای جهان برای کشتن و غارت کردن و زدن مهاجرین در خارج، ما جزء 5 کشور دنیا هستیم که بیشترین جنایت ها را نسبت اپوزیسیون در خارج کرده است. وقتی که این سوال ها در روبروی امام رحمان از طرف روزنامه‌نگاران، محفل های سیاسی، دیپلمات ها، رهبران سیاسی گذاشته می شود، امام رحمان یک جواب دارد. جوابش چی است؟ شما از من دموکراسی طلب نکنید، شما از من آزادی و حقوق بشر طلب نکنید، شما از من دیگر مسائل را طلب نکنید، برای آنکه من یک رهبر یک ملتی هستم که طبیعتاً ملت تروریستی است، ملت افراطگرا هست. این ملت را جز با خشونت و زور و زندان و کشتن و غارت مدیریت کرده نمیشه. دلیل میخواهید؟ مرحمت در کراکو سیتی کی کرد؟ تاجیکا. دلیل میخواهید؟ مرحمت در افغانستان. دلیل میخواهید؟ مرحمت در ایران، در ترکیه، در آلمان. این ملت ملتی طبیعتاً تروریستی هست. و شما میخواهید که من در تاجیکستان دموکراسی را عملی کنم؟ شما میخواهید که من در تاجیکستان حقوق بشر را رعایت کنم؟ رادیو آزادی را تماشا کردم. در گرجستان گردوندن تاجیکا را. دلخواه پگرانیشنیک، میلیسیونر، کارمند امنیتی هر فرودگاه دنیا وقتی که میزند کامپیوتر و سیستم یگانه جهانی را، سیستم رازیسک را میبیند که فقط نام تاجیک است، روی خطی از همه بیشتر از تاجیکا. خب شما تصور کنید میلیسیونر باشید، پگرانیشنیک باشید در تمام دنیا، نسبت این ملت، این دولت چی فکر میکنید؟ میگید این ملتی تروریستا هست. معذرت میخواهم. رحمان با همین دلیل، با همین منطق 32 سال است که ملت را غارت میکند، میدزدد، تجاوز میکند، فقط با همین منطق. و همین هم دلیل است برای آنکه از ملت یک ملت تروریست و افراطی ساخته است. خب مسئولیت ما چی است؟ آیا با همین گفتن و با خارجی‌ها گپ زدن و اینترویو دادن کافی است؟ یعنی ما مسئولیت خود را انجام دادیم؟ نه، به هیچ وجه. وقتی آن رسیده است که برادران عزیز ما دیگر حرفای از حد یا دیپلماتی را کنار بگذاریم و یک کمی با واقعیت ها صحبت کنیم، عملگرا باشیم. چون شاید که از همه دیگران بیشتر من درباره گفتگو و دیالوگ و همدیگر فهمی و صبر و پرهیز از خشونت و پرهیز از انقلاب من شاید صحبت کرده باشم و به این اعتقاد داشتم، از این پشیمان نیستم و هنوزم به همین اعتقاد هستم که در آن جایی که با گفتگو می شود مسئله را حل کرد، به هیچ وجه نباید که با خشونت حل کرد. اما برادران دیگر وقتی آن رسیده است که همون کاری که برای افغان حلال است، جایز است، همون کاری که برای روس حلال است و جایز است، همون کاری که برای بلاروس و اوکراین و هر ملت دیگر جایز است، چرا برای تاجیک حرام باشد؟ تاجیک چه گناه کرده است که غارتش کنند، ظلمش کنند، تجاوزش کنند، وطنش را بگیرند، استثمار کنند و حق نداشته باشد مبارزه برد؟ اگر مبارزه بود پس او تروریست است، اکستریمیست است. جبهه مقاومت افغانستان، من کار ندارم با مشکلات داخلی افغانستان، جبهه مقاومت دیروز هم بیانیه دادن، تمام حزب و حرکت‌های افغانستان بیانیه دادن که با حکومت امروزه کابل ما تنها با استفاده سلاح مبارزه میبریم. گفتگو، مبارزه
مصالحت آمیز لازم نیست برای ما. شما در یگان جای دنیا شنیدید یگان رسانه غربی، شرقی، روسی، تاجیکی اپوزیسیای افغانستان را تروریست اعلام کرده باشه؟ یگان کس گفت؟ برای چی؟ برای همزبانان ما در اون طرف دریای آمو اجازت بوده است که در این طرف آمو بشینند، با سلاح مبارزه برند برای رسیدن به هدفهای سیاسی خودشون، برای رسیدن به اون آزادی که میخواهند. برای تاجیکان این طرف آمو حرام باشد که با وجود آنکه زندانهای ما پر است، با وجود آنکه یک حکومت خانوادگی 32 سال باز تجاوز میکند، برای ما اون چیز حرام باشد، مبارزه حرام باشد. کی این قاعده را معین کرده است؟ در کدام سند بین المللی هست؟ آیین‌نامه سازمان ملل بند 51 برای همه ملت ها اجازت میدهد که برای آزادی، برای عدالت از تمام وسیله های مشروع لگیتیم استفاده برند. ملت تاجیک هم جز جامعه جهانی است، حق دارد مثل تمام ملت ها از تمام وسایل مشروع باید که مبارزه شو برد و پیروز شود. من بنابر همین از این به بعد باید که ما بدانیم که وقت بسیار با صراحت صحبت کردن فرا رسیده است در چارچوب قانون‌های بین المللی، در چارچوب قانون‌های این کشورها، ولی خیلی جدی. حتی اگر تنها هم ماندیم برادران عزیز، بگذار هر کسی که میخواهد با ما در مبارزه هست به هر شکل باشد بگذار باشد. اما اگر بالفرض تنها هم ماندیم، بالاخره یک گروه باید مسئولیت را به دوش بگیرد. من چند روز پیش نمیدونم وقتمان چقدر است اینجا مسئولین داملا جنت الله، ما وقت میزبانا رو زیاد نگیریم اینجا نه؟ من چند روز پیش در وین بودم، با بعضی از دوستان صحبت داشتیم، ملاقات داشتیم با برادران مبارز، خیلی برادران آگاه مبارز که دلشون به ملت میسوزد، دلشون به کشور میسوزد، برنامه‌های برای مبارزه دارند و اونها هم بعضی شکایت ها از ما دارن، بعضی حرفای دارن که ما باید گوش کنیم، بشنویم که چی گله دارن از ما. وقتی که ما را در شبکات تنقید میکنن، وقتی که ما را کمبودیای ما را میگن، ما باید تحمل داشته باشیم، بشنویم. اما یک چیز را آداب سیاسی میگن، فرهنگ سیاسی میگن، بخصوص بین ما مسلمانان در فرهنگ دینی ما هست که اگر کسی را نصیحت کردنی باشی، اول خودش رو نصیحت کن، با خودش تماس بگیر. وقتی که قبول نکرد، گوش نکرد یا نخواست با تو صحبت کردن، اون وقت حق داری که در شبکه و در ملأ عام این نصیحت رو کرده باشی. اما بعضی برادران ما خیلی سراسیمه میشن، قبل از اون که بیان مسئله رو مطرح کنن میبینی که اول در شبکه، در فیسبوک، در یوتیوب مسئله رو مطرح میکنن و نام این رو میگذارن اصلاح کردن، نصیحت کردن، تذکر دادن. این هیچ ربطی به نصیحت و تذکر و اصلاح اسلامی و فرهنگی ندارن. اما من از این دوستان سوال کردم که خب خیلی خوب، شما ارادهای زیاد به پیمان ملی دارید، به نهضت دارید، به من شخصا دارید. حالا اگر خلاصتا بگیم چی است مسئله، چی باید کرد؟ خلاصه صحبت این که اپوزیسیای امروزه از آن جمله پیمان یا نهضت اسلامی تاجیکستان یا گروهایی که در پیمان هستند، امروز نمیتوانند اون رسالت خود را همچون اپوزیسیای متشکل انجام بدهند و باید که یک اپوزیسیای دیگر درست کرد، یک اپوزیسیای قوی‌تر، منظم‌تر، تا اینکه مبارزه جدی‌تر شود. من گفتم خیلی خوب، پس پیشنهاد چی است؟ گفتم پیشنهاد این است که شما باید کنار بروید از صحنه، از مبارزه. گفتم خیلی خوب، اینم قبول دارم. شخصا کنار بروم یا اینکه دست جمعانه با مثلا پیمان، با نهضت. گفتم که حالا فعلا شخصا، بعد شاید که دیگر پیمان و نهضت هم برود. خب بعد کی میآید در صحنه؟ گفتن یک نیروهای جوان، نیروهای جدید، نیروهای قوی‌تر حتما به صحنه خواهند آمد. اون برادر یا اون برادران وضعیت ما رو به یک خرسنگ شبیه کردن. گفتن این مثال رو من از یک کسی دیگر میگم، شما مثل یک خرسنگ هستید در راه، خیلی وزنین، شما را نه گرفته پرتافته می شود، نه از شما گذشته می شود. اگر شما در این راه نباشید، دیگر خیلی راحت دیگران این راه رو ادامه میکنند.
من گفتم خیلی خوب، حالا بگذار من همین تشبیه شما را قبول کنم، یک خرسنگ باشم در راه مبارزه. اگر شما آمدید در راه، در مسیر یک خرسنگ در راه هست، ایستاده است، شما با این خرسنگ چیکار میکنید؟ گفت که اون را اگر زورم رسد یک طرفه میکنم. گفتم خیلی خوب، اگر زورت میرسد مرا یک طرفه کن. خیلی خوب، چون هیچ خرسنگ خودش به خواهش خودش از اونجا بلند شده به یک جای دیگر نمیرد. حتما باید یک کسی باشد که اون خرسنگ رو بردارد، با کرن است، با نمیدونم بولدوزر است، با اسب است، با خر است، یک طرف کنه. خیلی خوب، مرحمت. خب بالفرض نتوانستی، حالا زور زدی نتوانستی، خرسنگ از جایش نجنبید، بعد چی کار میکنی؟ همونجا میستی با خرسنگ سالها بحث و جنجال میکنی، یا از پهلوی خرسنگ رد میشی میگذاری راحت رو ادامه میدی؟ کدامش رو انتخاب میکنی؟ گو نه، باید که من از پهلوی خرسنگ بگذرم، راه خود را ادامه بدم. گفتم خیلی خوب، این منطقی است. وقتی که خرسنگ از راه خودت دور نمیشود، بگذر از پهلوی خرسنگ، راحت را ادامه بده، مبارزت را ادامه بده و حتما موفق خواهی شد. اما چرا از پهلوی من، از پهلوی خرسنگ آرام نمیگذاری، مبارزه خود را ادامه نمیدی؟ در همین پیش خرسنگ ایستادی، سالها باز با همین خرسنگی که نمیشنود، از جایش جدا نمیشود، کنار نمیرد، بحث کرده ایستادی. کجای این منطقی است؟ من گفتم بجای آن که یکی را خرسنگ، دیگر را کنده، سومی را کشتی شکسته، چهارمی را نمیدانم این و اون وصل کردن، وقتی آن نرسیده است که بگیم که این صحنه سیاسی، صحنه مبارزه، نه تنها این نیروهای مبارز، هنوز برای 5-6 نیروی مبارز دیگر جا خالی است. من اعتقادم همین است. برای 4-5 حزب دیگر، گروهی دیگر، جوانان، روشنفکران، نویسنده ها، نمیدونم ادوکات ها، هر قشر دیگر جا خالی است. هیچ کس جای یک کسی دیگر رو نمیگیرد. نهضت جای گروه 24 را گرفتن نمیتواند. اگر 1000 بخواهد تلاش کند، نهضت اسلامی تاجیکستان اون جایی را که برادران گروه 24 اشغال کردن، گرفتن، پر کردن، زحمت میکشن، پر کردن نمیتواند. هیچ کس زور نزند، بیهوده تلاش نکند. هیچ کس جای نهضت اسلامی تاجیکستان را گرفتن نمیتواند و هیچ کس جای انجمن آزاداندیشان را گرفتن نمیتواند، چون در اینجا یک عده روشنفکران و آزاداندیشان آمدند. اگر فردا یک گروه دیگر پیدا شود، چه گروهی مثلا دموکراتی است، دنیوی هست، دینی هست، نظامی هست، مسلح است، غیر مسلح است، فرق ندارد، چه گروه پیدا شود، مطمئن باشد که او جای خودش را اشغال کرده است، در جای خودش و در وقت لازمی پیدا شده است. وقتی آن رسیده است که ما رقابت را بس کنیم، در چهره یکدیگر رقیب را دیگر نبینیم، بلکه در چهره یکدیگر شریک را ببینیم. در اون مسئله که میتوانیم یکدیگر را کمک کرده کمک کنیم، در مسئله که نمیتوانیم همکاری کرده رها کنیم، بگیم برادر بگذار این مبارزه را خودش مستقلانه برد، من یک گوشه دیگری کار را میگیرم. مثال عادیش، مگر بین پیمان ملی تاجیکستان و گروه 24 در مسئله آمدن رحمان بریم یگان هماهنگی، همکاری وجود داشت؟ اصلا وجود نداشت. اما دو نیروی مسئولیت شناس چیکار میکنند؟ بدون آنکه کدام همکاری و هماهنگی باشد، برادران 24 رفتن در ریم، حالا هر چی شد، تظاهرات کردن شدن، زندانی شدن، حبس شدن، برگشتن، یعنی نشان دادن که رفتن، حرکت کرده ایستادن. موفق شدن نشدن اون دیگر مسئله دیگر است. برادران خواهران در پیمان ملی تاجیکستان چیکار کردن؟ بدون آنکه با کسی هماهنگ کنند، خودشان در چند پایتخت کشورهای اروپایی در نزد سفارت‌های ایتالیا اعتراض برگزار کردند. مگر اینا جای یکدیگر رو گرفتن، به یکدیگر خبر رسوندن یا یکدیگر رو پوره کردن؟ اینا یکدیگر رو پوره کردن، تکمیل کردن. یعنی این است رفتار نیروی مسئول. اما اگر حالا بشینن یک گروه دیگر در همین مسئله باز یک نقطه‌های منفی پیدا کند، دلخواه کس میتواند یک نقطه منفی پیدا کند. اما من همیشه مثبت نگر هستم، میگم ماشاءالله فردا باز یک حالت دیگر میشه، ما یک دیگر رو باید پوره کنیم. بنابراین دوستان عزیز، برادران، من فکر میکنم وقتی آن رسیده است که دیگر هر کسی در شبکه ها، در رسانه ها، در هر کجای
نسبت یک گروه مبارز، نسبت یک نفر مبارز پیچین، کنایه، یک حرفی بده می نویسد، اولین سوال باید این باشد که آیا خودت به همون نفری که اعراض داری، حرف داری، شکایت داری با خودش مستقیما صحبت کردی یا نکردی؟ سوال اول باید همین باشد. اگر نکردی پس گناهکار خودتی. حتی اگر اون آدم یک جنایت هم صادر کرده باشد، در اینجا گناهکار خودت هستی، برای اینکه خودت مشکلی را نخواستی با راه برادری و به نفع مبارزه حل و فصل کنی. خب دوستان گرامی، حرف خیلی زیاد است، گفتنی ها خیلی زیاد است و چون که دوره همین مبارزه است، گفتن است، گفتمان است، با یکدیگر شیشتن است. من بارها گفتم، تکرار میکنم، دیروزم در برلین، در وینا برادران 24 بودن، برادران دیگر گروه ها بودن، با همه گفتم کافی است که دلخواه برادر به من بگوید که فلان روز، فلان ساعت، در فلان جا ما شما رو منتظر هستیم برای گفتگو، برای ملاقات. شرط نیست که دیگران پیش من بیاید. من از اون نفرای نیستم که منتظر شوم که دیگران با ما تماس بگیرن بیان. نه، من خودم میروم. برای چی؟ برای که ملت امروز نیاز دارن. ما نیاز داریم. شخصا خودی من به این چیز نیاز دارم. یک برادر دیگر در همون وینا گفت که شما ضعیف هستید. گفتم چرا با ما نیستید؟ چرا در پهلوی ما قرار نمیگیرید؟ گفت شما ضعیف هستید. گفتم خیلی خوب. واقعا من ضعیف هستم. ما ضعیف هستیم. برای همین من که ضعیف هستم از تو برادر قوی میخوام که در پهلوی من باشی. یا تو بیا مسئولیت را بگیر، من در پهلوی تو باشم. امروز ضعیف هستم که نیاز به تو دارم. مطمئن باش اگر فردا قوی شدم، همین تاجیکان بود در پهلوی من خواهند ایستاد. دیگر اون وقت من نیاز به خودت ندارم، چون خودم قوی هستم. اما امروز من نیاز دارم. امروز ضعیف هستم، امروز مهاجرم، امروز در بدرم همه ما. امروز ملت در یک حالت دشوار قرار دارد. امروز است که من نیاز به خودت دارم. اگر امروز در پهلوی من ایستادی، با وجود همه این مشکلات، من این را قدر خواهم کرد. میگم آفرین به این برادر که در روزهای ضعف اپوزیسیون تاجیک، در روزهای ضعف مبارزین در پهلوی ما ایستاد. اما اگر من قوی باشم یا به قدرت رسیدم، دیگر چی معنی دارد که خودت بیاید در پهلوی من قرار بگیری؟ ما یک زمانه در کمیسیون رشد ملی، من یاردمچی استاد نوری کار میکردم، ما قدرت داشتیم، قدرتی مطلق نه. 30% حاکمیت در اختیار ما بود که منصب تقسیم کنیم. 70% به حکومت، 30% در ما. همین 30% هم بسیاری ها برای ما قدرت میدونستند که ما 30% قدرت را در اختیار داریم. شما میدونید اطراف مهمانخانه وحش، اطراف آنجایی که ما می نشستیم، نوبت بود از کسانی که میخواستن با ما اظهار محبت و صداقت کنند. پاپکا در زیر کش بیان پرونده شو بیان که من متخصص هستم، کمونیستم، عضو حزب خلق دموکراتی ام، دموکراتم، دیندار، بیدین، همه نوبت می ایستاد. برای چی؟ برای که ما قدرت داشتیم. 10,000 مجاهد بود برای اینکه منصب تقسیم میکرد نهضت اسلامی تاجیکستان. حالا اونا چگونه تقسیم کرد، چی فایده و ضرر داد، بحث دیگر است. اینجا نمیخوام بحث کنم چون مشکلات زیاد در اونجا بود. منظور من بحث قدرت است، بحث ضعف است. در اون وقت همه به سمت ما جذب میشدن، می آمدن. وقتی که 30% تمام شد، نهضت اسلامی تاجیکستان به حاشیه رانده شد، برادران ما زندانی شدند، حزب ممنوع شد. امروز میبینید که نه تنها اونایی که نوبت می ایستادن، بلکه از بدنه حزب، از داخل حزب، از درون خانواده ها ریختن و دور شدن آغاز شد. خب در روز ضعف، در روز پراکندگی، در روزی که نیاز داریم در پهلوی ما باشه، در روزی که قدرت داریم و به قدرت ملت میرسه، دیگر اون معنی خودش رو گم میکنن. خواهی نخواهند دیگر مردم به هم طرف میان. بنابراین ما با کمال مسئولیت میگیم برادران، خواهران عزیز، در هر کجای دنیا هستید، بدانید که برادران مبارز برادران شما هستند، خواهران شما هستند. بله ضعیف هستند، به جای سنگ زدن، به جای ضعیف گفتن، بیاید در پهلوی ما قرار بگیرید، یا اینکه یک حرکت مبارزه جدید را آغاز کنید، اثبات کنید که شما بهتر و قوی‌تر هستید. مطمئن باشید اولین کسی که در پهلوی شما قرار میگیرد من و این جمع برادران هستم.
ما این تعهد را کرده ایم و میکنیم و بارها گفتیم که چرا؟ برای اینکه هدف پیروزی هست. هدف آن نیست که من پیروز شوم، این برادر پیروز شود یا کسی دیگر. هدف آن است که ملت پیروز شود. اگر ملت پیروز شد هر کدام ما هم پیروز هستیم. اگر ملت پیروز نشد مطمئن باشید که هر کدام ما خار و ذلیل و پراکنده انا میخل متهم در سراسر دنیا، نه روسیه دیگر راه میکرد، نه گرجستان، نه کره، نه اروپا، حتی ترکیه هم که تمام دنیا به ویزا میرود و ترکیه قریب تمام دنیا، تاجیک را دیگر حتی ترکیه هم دیگر راه نمیگیرد. به این روز رسیدیم. این را باید اصلاح کرد. این را کی اصلاح میکند؟ ما و شما دیگر. چگونه اصلاح میکنیم؟ توسط اتحاد، مبارزه و از دست ندادن امید. خداوند نگهبانتون باشد. اگر یگان سوال گفتنی یگان ایراد باشد در خدمتتان هستیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.